عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه دوستان عزیز. امیدوارم جلسات قبلی براتون مفید واقع شده باشه. خب این جلسه رو شروع می‌کنیم. تو جلسه قبلی در مورد شیگرایی صحبت کردیم، کلاس‌ها، فیلدها، کانستراکتورهای ما و کانستراکتور اورلودینگ رو صحبت کردیم. حالا تو این جلسه یک موضوعی هستش، من اینو باید توضیح اینو خیلی مهمه بهتون بگم. بعد بریم برای جلسه بعدی که میشه مبحث اینهریتنس و وراثت و ارث‌پذیری‌های کلاس‌ها که خیلی مهمه. خب دوستان، یه سری شرایطی پیش میاد برای شما. یک نرم افزار میخواین ایجاد کنین، مثلا یعنی توی نرم افزارهای بانکی اصولا این مشکل اتفاق میفته. شما فکر کنید من یه کلاسی درست کردم، اومده دو تا فیلد داره، یک کانستراکتور ساده داره، یک متد ساده. بعد حالا میام تو فایل پروگرامم، اینجا یک نمونه از این کلاس درست میکنم و به یکی از این آیتم های این کلاس دسترسی پیدا میکنم. اینجا میام به جای 500 میذارم منفی 500. خب بعد حالا برنامه رو اجرا میکنم. حالا اتفاقی که اینجا میفته، شما تصور کنید یک شرایطی تو نرم افزارتون پیش اومده، اینجا منفی 500 چاپ میشه. یعنی یک کاربری یا یک بخشی دیگری از نرم افزار اومده به یک آیتمی دسترسی پیدا کرده که من به شما گفتم فیلدها اینا دسترسی و ذخیره داده های کلاس ما رو بر عهده دارن. پس خیلی مهم است. اینجا دو تا فیلد ما، یکی اماونت میزان حساب یک کاربر و بالانس اون موجودی حسابش. حالا تصور کنید یه طرف بیاد این حسابو یک سری مقادیر ست کنه که نامعقول باشه، درست نباشه، یا مثلا بیاد داخلش هر چیزی میخواد ست کنه. این کنترل نبودن روی دیتا زیاد جالب نیست توی کلاس. خب اینا ما چجوری میتونیم کنترلش کنیم؟ اولا اصولی ترین روش برای این کار اینه که شما توی کلاس هاتون فیلدهایی که خیلی خیلی مهم هستن رو به صورت پرایوت تعریف کنید. یعنی اینجا من بیام اینو پرایوتش کنم، اینجا این پابلیک دیگر رو هم بیام پرایوتش کنم. خب حالا یه سوالی پیش میاد، میگم ای توکلی، اینجا مگه تو جلسه قبل نگفتیم که ما نمیتونیم به متغیرها یا متدها یا هر چیزی که توی کلاس پرایوت باشه دسترسی پیدا کنیم؟ مگه نگفتید باید اینا پابلیک باشن؟ خب اینجا یه مشکل پیش میاد برای ما. یعنی من اومدم یه فیلد پراپرتیشو از تایپ اکسس مودیفایر رو پرایوت تعریف کردم و بعد اینجا نمیتونم خب بهش دسترسی پیدا کنم. خب اینجا هست که اون مبحث پراپرتی ها میام وسط. در کل دوستان مبحث اینکپسولیشن که جلوتر میریم باش خیلی کار داریم. میگه که آقا شما باید اون قسمت‌هایی از کلاس که خیلی مهمه رو شما بیا هاید کنی، مخفیشون کنی و اجازه ندید خیلی بخش‌های دیگه از نرم افزار یا هر کسی بتونه به این دسترسی داشته باشه، چون اینا خیلی مهم هستن. پس من وقتی به صورت پرایوت تعریفش کردم، اینا رو برمی‌دارم و اینجا یک سمیکالون میذارم. خب این اولین کاری که باید انجام. دومین کار اینه که شما اگه بیان یک فیلد رو به صورت پرایوت تعریف کنید، زیاد حرفه‌ای نیست شما از لول پاسکال براش استفاده کنید. من نیمینگ کانونشنال بهتون گفتم دیگه، گفتم برای کلاس ها پاسکال کیس استفاده می‌کنیم، برای متد هامونم که لول معمولا پاسکال و پارامترهاش به صورت کمل کیس ورود پیدا می‌کنن. ولی برای فیلدهای کلاس دوستان هیچ وقت اینجوری نذارید. یک قاعده داره، اولا فیلدهایی که پرایوت هستن باید با آندرلاین شه. باید که یعنی بهتره. یعنی شما اگر آندرلاین بذارین و بعد از اون نباید به صورت پاسکال بیاد، به صورت کمل کیس بیاد. یعنی این بی کمل کیس هم که بهتون گفتم اولین حرف از اون اولین کلمه از اون حرف به اون جمله شما اون بزرگ میاد، بقیه کوچیک میاد. مثلا میگم یک اسمی دارین شما به نام مثلا میگم amount اش کوچیک میاد، تایپ چون کلمه بعدی ما تیش بزرگ میاد. این چه کمل کیس. پس میشه برای فیلدهای پرایوت کمل کیس و اولش هم با آندرلاین. خب اینم گذاشتم. خب حالا اینا پرایوت شده. حالا باید چیکار کنم؟ اینجا من باید بیام یه پراپرتی تعریف کنم، میگم پابلیک این. خب اسمش اینجا پاسکال میذارم amount دقیقاً بزرگ. اینو بازش میکنم میبندم. نگاه خودش داره میگه get ریترن کنه اون امانت رو و ست کنه اینو. اوکی. برای بعدی هم درست میکنم. اینجا میگم پابلیک. خودش نگاه دوستان قشنگ پیشنهاد میده. این خیلی خوبه. و بعد اینجا میگم ست. قشنگ کارمون انجام میشه. اینجا چیکار میشه؟ این به عنوان یک ایجنت ما، یه نماینده ما، این میاد به صورت پابلیک تعریف شده. این میاد میگه من پراپرتی ام، من یک آیتم مخصوص کلاسم که مدیریت روی فیلدهای کلاس با منه. من میگم که آقا این مقادیر ست بشه، این مقادیر ست نشه، این آیتم این کلاس فقط خوندنی باشه، فقط نوشتنی باشه، یا نه هر دو تاش میتونه داشته باشه. اینجایی که پراپرتی ها میاد وسط. خب حالا این رو ما چطوری میتونیم اون منفی 500 رو جلوشو بگیریم؟ خب اینجا بهتون گفتم پراپرتی ها یک از وظایفشون به ما اجازه میده که ما کنترل داشته باشیم روی داده هامون. اینجا میگم if value اون مقداریه که من دارم از کاربر میگم اگر ولیوی که داره از کاربر میگیره این بزرگتر از صفر نبود، یعنی بزرگتر از صفر میشه منفیه دیگه. اگر بزرگتر از صفر بود بیا اینو ستش کن. خب وگرنه خب ستش نمیکنه دیگه. اینجا هم
برای بالانس هم من میخوام یه کاری انجام بدم. من دوستان میتونین یه کاری بکنید، میتونید مثلا اینو ورش دارید برای بالانس. یعنی چی؟ یعنی بالانسه فقط باید خوندنی باشه. خب من گتو میذارم، فقط سه تا نمیذارم. اوکی. یا میتونید شما اون سه تا بزنید و پرایوت تعریفش کنید. خب الان اینجا من میرم توی کلاس خودم، اماونت رو تعریف کردم به صورت اینجا نگاه کنید. الان اماونت رو دیگه اون رد آندرلاین رفت چون تو کلاس هم نبود، الان تعریفش کردم پراپرتیشو. الان من منفی 500 گذاشتم. الان این باید توی خروجی به من منفی 500 رو نده. خب چه اتفاقی میفته؟ اینجا صفر رو داد. خیلی جالب بود دوستان. یادتونه توی مباحثی گفتم وقتی یک آیتمی یا یک مقداری نال مقدار پیش‌فرضش چاپ میشه، خب اینجا هم عدد دیگه دوستان. خب عددی که چون بوده و پیش‌فرض نال دیگه، پس صفر برای ما میده بیرون، یعنی این مقدار رو ست نکرد. خب حالا اگر من اینو بیام برش دارم اینجوری اجراش کنم، 500 ست کرد. پس این دوستان خیلی این آیتم مهمه، یعنی شما باید روی فیلدهای کلاستون خیلی مدیریت داشته باشید. این خیلی خیلی مهمه. پس یک سری خلاصش کنم. اینجا توی بانکتون تو کلاستون شما میتونید فیلدها رو به صورت پرایوت تعریف کنید. معمولا اصول عرفش اینجوریه که به صورت پرایوت تعریف میشن و پراپرتی ها وظیفه اینو دارن برای ما که این کارها رو برای ما انجام بده. حالا یه سری جاها هم هست وقتی شما یه فیلد رو به صورت پرایوت تعریفش میکنید، مثلا میخوان یک متدی ازش استفاده کنید. اینم یه نکته‌ایه که خیلی مهمه. مثلا من اینجا میخوام اماونت رو چاپش کنم. خب اماونت هم یا مثلا بالانس، من بالانس رو اینجا بذارم. اینم دوستان یه نکته، یکی از وظایف کانستراکتورم اینجا مشخص میشه. من توی کانستراکتورم میام یه کانستراکتور اینجا داشتم دیگه، میام اینجا میگم من از ورودی میخوام یک اینت بگیرم اماونت، بعد اینو بیام به آندرلاین اماونت هم، چون دوستان وقتی گفتیم که یک آیتمی میتونه از نوع چی باشه، از نوع فیلد باشه. ببخشید من اینجا اینو آندرلاین بالانسش کنم. خب وقتی یک فیلدی شما به صورت پرایوت تعریفش میکنید، میتونید از چند جهت بهش دسترسی داشته باشید. یا پراپرتی تعریف کنید، بعد مواقع میتونید از کانستراکتورها استفاده کنید. من الان اینجا این بالانسر رو استفاده نمیکنم، میخوام از اون استفاده کنم. میام اینجا یه خط قرمزی به من داد، گفت توی کانستراکتور تو کلاست داری و کانستراکتور اوورلودینگ هم نداری، فقط رفتی یه کانستراکتور تعریف کردی که یه ورودی میگیره، یه کانستراکتوری نداری که هیچی از کار برنخواد. پس من باید ارور بدم. میگم اوکی منطقه درسته. میام اینجا میگم بیا بهش بده 500. بعد حالا اینجا شما برای اینکه به آیتمی دسترسی داشته باشین رفتم توی کانستراکتور بشه. حالا میام به اون متدی که اینجا دسترسی تعریف کردم براش که بالانس منو چاپ میکنه اجراش میکنم. اینو اجرا میکنم بگه the name of car. ببخشید من اینجوری کپی پست کردم، اون 500 رو برای من چاپش کرد. دیدید دوستان اومد اینجا بذار اینجوری بنویسم the balance. خب دیدین چقدر راحت المنجیره. پس شما از چند روش میتونین به این فیلدهای پرایوت کلاستون دسترسی داشته باشید. یا پراپرتی ها تعریفشون کنید. پراپرتی ها میتونن هم گت باشن هم ست، میتونن فقط یک شو داشته باشن، فقط گت باشه، فقط ست باشه. پس این دوستان خیلی نکته مهمیه. بعد از اون گفتیم یه سری جاها شما یک با متد ها میتونید روال کار پرایوتاتون رو ببرین جلو. یعنی یه متد گفتم ساختاره که کلاس معمولا برای کسی که حرفه‌ای داره کد میزنه، معمولا ساختارش اینجوری، اول فیلداش میاد دوستان، بعد پراپرتیاتون میاد. الان من فیلدامو گذاشتم پرایوتام، بعد فیلد پراپرتیام اومد، بعد کانستراکتورام میاد، بعد متدام. خب بعد اینجا من میخوام یک آیتمی و بهتون گفتم اکسس مودیفایر پرایوت فقط آیتم های اون کلاس میتونن بهش دسترسی داشته باشن. و اینجا اومدم اونو پرینتش دارم میکنم. خب این کارو انجام دادم و اومدم توی کانستراکتور ازش مقدار گرفتم. خب پس این خیلی مهم بود دوستان. حالا شما بیاین یه کار کنید، بیاین تو کلاستون یه سری فیلد تعریف کنید، به صورت حالا پرایوت تعریف کنید، بعد برین براش پراپرتی تعریف کنید، متدها رو تعریف کنید، از اون متدها از اون فیلدهای پرایوت تو متداتون استفاده کنید. بیاین از طریق پراپرتیاتون بهش بین مقدارهای پرایوتتون حالا آیتم بدین، ولیو بدین، یا بیاین از طریق کانستراکتورها بهشون بدین، بعد اون متدها رو فراخوانی کنید. همه این کارها رو دوستان انجام بدین. از جلسه بعد ما میریم برای مبحث اینهریتنس و ارثبری کلاس ها از هم دیگه دوستان. یعنی ما میریم توی حوله کاری که دیگه دقیقاً میخوایم حالا اون 4 تا اصل اینهریتنس، اینکپسولیشن، پلیمورفیسم و ابسترکشن رو جلسه اولش رو میخوایم تدریس کنیم که خیلی خیلی مهمه دوستان. امیدوارم این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه. اگر دوست داشتین دوستان ویدیو رو لایک کنین و این کانال منو هم دنبال کنین. ان شاءالله جلسه بعد میبینمتون. موفق باشین. یا